فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا رضا از شیراز، علیرغمی که من از ایشون خواستم شبهه مطرح نکنم، باز شبهه مطرح کردن. من اگر سوال ایشون رو در چند سوال مختصر خدمت شما بیان کنم، چون موضوع خیلی پیچیده و طولانی است. معاویه برتر است یا علی؟ عقیده اهل سنت ما که تقیه نداریم بکنیم. قطعا نه تنها که معاویه، یعنی معاویه رو با علی بکنیم، حتی حسن حتی حسین از معاویه برترن. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که به هیچ عنوان ما نمیتونیم حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه رو با حضرت علی رضی الله تعالی عنه مقایسه بکنیم. بله. در جنگ هایی که صورت گرفته علی برحق بوده یا مخالفینشون؟ در یعنی یک نکته بسیار جالبی در اینجا هست که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه گفته، میگه که یک نکته خیلی جالبی رسیده، میگه حق در این جنگ ها با اون کسانی بوده که اصلا در این جنگ شرکت نکردند. این نکته بسیار جالبی هست، زیرا که بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند سعد و بسیاری دیگر از بزرگان صحابه اصلا نه با معاویه رفتند و نه با حضرت علی رضی الله تعالی بیعت کردند با حضرت علی رضی الله تعالی، اما در جنگ شرکت نکردند، زیرا که میدونستند که این یک جنگ فتنی هست. خلیفه و ولی عهد. بله، در این که حضرت علی رضی الله تعالی خلیفه بوده، برحق بوده، واجب الاطاعه بوده، معاویه باید با اون به اصطلاح بیعت میکرده، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای ما نداریم. حتی یک نفر هم از اهل سنت و الجماعت خلاف این رو نگفته. اما اینکه چرا بیعت نکرده، خب حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه اشتباه کرده در این مورد و ایشون شرط گذاشتن، نمیخواستند که منظوری نبود که ایشون علی را به عنوان خلیفه مسلمانان قبول ندارند، بلکه هدفش این بود که اول شما قاتلان عثمان رو به ما تحویل بده، ما بیعت میکنیم. همون کسانی که حضرت علی بعداً مجبور شد در معرکه نهاوند بکشه 4500 همون کسانی که بله در معرکه به اصطلاح که با خوارج بود نهروان به اصطلاح اونها رو کشت، این همون خوارجی بودند، جز همون کسانی بودند قاتلین عثمان بودند، خودشون در کنار حضرت علی رضی الله تعالی جا زده بودند و حضرت علی رضی الله تعالی عملا نمیتونست اونها رو یعنی دفن بکنه از میان لشکر خودش و تمام فتنه هایی که در میان صحابه ایجاد شد بر اثر این افراد بود. نمیخواستن صلح بشه. اگر علی و معاویه با هم دیگر صلح میکردند، قاتلان عثمان دیگه در منگنه بودند و قطعا به سزای اعمال خودشون میرسیدند. به این خاطر نمیگذاشتند که حضرت علی و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه با هم دیگه در واقع صلح بکنند. اما در این مورد که به اصطلاح حضرت معاویه دقیقاً نمی سوال این بینندهمون چی بود که ایشون میگن که حضرت علی با معاویه خیلی تند برخورد کرده، شما واضح بگید که حق با کی بود. بله در یک نکته هست جناب مولانا، بعضی از دوستان شیعه ما فکر میکنن که وقتی دو گروه مسلمان با هم جنگیدند که قرآن کریم هم در سوره حجرات به این اشاره میکنه، حتما باید یکی کافر باشه، بیدین باشه، مستحق عذاب جهنم باشه، یک گروه دیگه برحق باشه و بهشتی باشه. ببینید این یک نکته که در اینجا خیلی مهمه، در جنگ هایی که بین علی و معاویه و بین علی و طلحه و زبیر، حتی بین علی و بین خوارج صورت گرفته، در هیچ یکی از این جنگ ها مالی به عنوان مال غنیمت اصلا گرفته نشده. اصلا احکام حرب، احکام جهاد اصلا در اونجا اجرا نشده. نه مال غنیمتی گرفتن، نه زنانشو به اسارت گرفتن، حتی اسیر هم در این نگرفتن، مال کسی رو هم در اینجا در واقع تصاحب نکردن، هر کسی مال خودش رو دوباره برداشت و رفتن. یعنی اون حکم شرعی که در میان یعنی جنگ مسلمان با کافر اجرا میشه که غنیمت میگیرن، مالشون حلال، افرادشون رو اسیر میگیرن، در این جنگ های به هیچ گونه اتفاق نیفتاد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه صراحتا داره که اخواننا بغوا علینا، اینا برادران ما هستند که علیه ما بغاوت کردن، شورش کردن. آخرین حکمی رو که در این زمینه دادن. حتی در جنگ نهروان درباره خوارج که پرسیدند از حضرت علی رضی الله تعالی آیا اینا کافرن؟ گفت من الکفر فرو، اینا از کفر فرار کردن. درست دچار انحراف شدند و تکفیر کردند، اصلا حضرت علی رو تکفیر میکردن، اما حضرت علی رضی الله تعالی اونها رو تکفیر نمیکرد. و تا زمانی که اینا نیومده بودند، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را نکشته بودند، حضرت علی علیه اونها هم اقدامی رو در واقع انجام نداد. و گذشته از این تمام این جریان اختلافاتی که میان صحابه در میان علی و طلحه و زبیر و عایشه و معاویه به صورت گرفته، تمام اینها صرفا یک جریان تاریخی هست که تمام شده رفته
برای ما هیچ گونه نفع اعتقادی نداره. اگر علی بر حق بوده، معاویه به اصطلاح ناحق بوده، خب حساب کتابشون با خدا. اگر معاویه بر حق بوده، علی ناحق بوده، حساب که ما این اعتقاد رو نداریم. بالفرضاً اگر اینجوری باشه، حساب کتابشون با خدا. خداوند متعال در روز قیامت از ما نخواهد پرسید که چرا معاویه با حضرت علی بیعت نکرد، چرا حضرت علی رفت با این جنگ رو جنگید با معاویه، چرا تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و در اینجا کشته شدن. در جالب هست ابن عربی رحمت الله علیه میگه این جریانی بود که الله متعال دسته های ما رو از آلوده شدن به اون خونه های ریخته شده ما رو معاف کرده. الحمدلله که ما نبودیم که دست ما آلوده به چنین خونی باشه. زبان خودمون هم آلوده نکنیم به این چیزا. میگه تلك امه قد خلت لها ما کسبت و لكم ما کسبت. کاری خوبی کردن برای خودشون، کانوا یعملون. بله کاری خوبی کردن برای خودشون، کاری بدی کردن هم جوابشون رو از ما نمیپرسن و جواب خودشون خواهند داد. جزاکم الله خیر. یک موردی و نکته دیگری که جالب است در اینجا درباره حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و جالب این است که یعنی این طایفه و قوم در واقع بنی امیه با بنی هاشم قبل از اسلام و در ابتدای اسلام و بعد از اسلام با همدیگر کاملا تنیده شده بودند. حتی ازدواج هایی که صورت گرفته بود بسیار، یعنی حتی ازدواج های رسول الله، مصاهرت ها و به اصطلاح روابط ازدواجی که داشتن شخص رسول الله، حضرت علی و بقیه به اصطلاح بزرگان اهل بیت و بنی هاشم، بیشترشون با بنی امیه بوده. مگر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم با دختر ابو سفیان خواهر معاویه ازدواج نکرد؟ مگر رسول الله ابو سفیان رو نمی شناخت؟ مگر نمیدونست که این خواهر به اصطلاح ام حبیبه خواهر معاویه هست؟ مگر نمیدونست که شیعه که معتقد است که رسول الله غیب میدونست؟ مگر نمیدونست که این معاویه میاد با حضرت علی رضی الله تعالی درگیر میشود؟ یا به قول آقایون این شجره خبیثه هست؟ چرا رفت از این شجره خبیثه زن گرفت؟ و اضافه بر این حتی یعنی یکی از حضرت علی نوه‌ای داره از بنی امیه، محمد دیباج. غیر از اون یعنی این روایت مشترک همه. حتی یکی از مادر در واقع یکی از فرزندان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه اصلا نوه ابو سفیانه. نوه ابو سفیان هست که در واقع اونو ازدواج کرده بوده. رسول الله صلی الله علیه و آله از بنی امیه ازدواج کردن. حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه اولین همسری که بعد از حضرت زهرا رضی الله تعالی عنها ازدواج کردن امامه بوده. امامه بنت ابی العاص است. ابی العاص از بنی امیه بوده. هیچ گونه اختلافی در این زمینه وجود نداره. این اتفاقی که افتاد صرفا یک اتفاق اجتهادی بوده و یک جنگ قدرت نبوده، سیاسی بوده. جنگ قدرت به هیچ عنوان نبوده. حتی زمانی که از روم وقتی که پیام اومد به معاویه که ما شنیدیم شما با هم دیگر درگیر شده با علی، میگه به خدا قسم اگر یک مقدار شما پایتون از گلیمتون درازتر بکنید من میرم سرباز علی میشم، علیه شما ما میجنگیم. هیچ گونه جنگ قدرتی نبوده، بحث اسلام و کفر در اینجا نبوده. یک فتنه‌ای بوده که به هر صورت نباید اتفاق میافتاد و عملا اتفاق افتاد. حساب و کتاب همهشون با الله متعال است. ما در این زمینه مؤاخذه نخواهیم شد. یک نکته اینجا لازم به ذکره که اگر که واقعا بر اساس اعتقاد بعضی از برادران و خواهران شیعه ما حضرت معاویه مثلا علیه بالله کافر بوده و این تهمتایی که بهش میزنن، پس حضرت حسن چرا باش صلح کرده؟ قطعاً حضرت حسن رضی الله تعالی امامت رو تحویل داد، ولایت امر مسلمانان را تحویل داد. اونگونه که در کتاب بهال الامر صراحتاً اومده که حضرت حسن ولایت امر مسلمین رو سپرد به حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه. اضافه بر این حضرت حسن رضی الله تعالی عنه اونگونه که در احتجاج اومده در کتاب احتجاج میگه ارا والله معاویه خیرا لی من هؤلاء، به خدا قسم معاویه برای من از اینهایی که ادعای تشیع میکنند و ادعای پیروی من میکنند از اینها برای من بهتر هست. اینا اومدن منو زخمی کردن، اموال منو غارت کردن. حتی به اصطلاح که مختار به عموی خودش مسعود پیشنهاد داد که این زمانی که ایشون رو به مدائن منتقل کرده بودن پیشنهاد داد که حضرت حسن رو دست بسته بگیریم ببریم تحویل معاویه بدیم که از معاویه به اصطلاح باج بگیریم و پول بگیریم. تا این اندازه بودن. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه گفت والله ارا معاویه خیرا لی من هؤلاء، معاویه برای من از اینها بهتر است. اینا حقایق تاریخی و واقعی مسلم هست که ثبت شده است در کتاب‌های فریقین.